این لنت تکستاره، اینم تکستاره. این یکی اصله، اینم فیکش. حالا چجوری میتونی اصل و از فیک تشخیص بدی؟ اولین مشخصه وقتی در جعبه لنتو باز میکنی باید داخل جعبه شناسه کالا داشته باشه. دومین مشخصه پیچ لنته. تو نسخه اصلی کیفیت پیچ لنت و همینطور نوار آبی دور پیچ به وضوح بالاتره. سومیش اینه که تو نسخه اصلی نشان تکستار روی لنت هک شده ولی تو نسخه فیکش چاپ شده، اونم خیلی بی‌کیفیت. مشخصه چهارم تو این سیم است. تو نسخه فیک کیفیت این سیم خیلی پایینه و به وضوح قابل تشخیصه. مشخصه پنجم تو کیفیت خود لنت. تو نسخه فیک لنت بافت زبری داره و تو نسخه اصل بافت لنت نرم و تقریبا صافه. پس اگه میخوای تو خرید لنت سرت کلا نره، پیجمو فالو کن.